حضرت حافظ مغرب ابو عمر یوسف ابن عبدالبر رحمت الله علیه در کتاب استیعاب خود اجماع علمای اهل سنت و جماعت را نقل کرده گفتند که ان الصحابه كلهم عدول. تمام علمای اسلام اجماع کردند، کسی خلاف نکرده است که تمام صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیت های عادل هستند و همه آنها شخصیت های وعده شده و جنت هستند. بنابراین شناختن آنها اصل از اصلهای شریعت هست، چون به واسطه آنها این شریعت مطهره اسلام، دین مقدس اسلام به ما رسید. سخنهای پیغمبر خدا را شنیدند، پیغمبر خدا را نصرت دادند، دستگیری کردند، دین اسلام را قوت دادند، با مال خود، با جان خود، تمام قوه خود را در راه بالا شدن کلمت الله، سخن پروردگار صرف کردند و پیغمبر علیه السلام از آنها راضی از این دنیا چشم پوشیدند. بعد وفات جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سخنهای پیغمبر خدا را فراموش نکرده، خطا نکرده، چه خیلی که نازل شد علیه به دیگرها با تمام اشعار مسئولیت، حس مسئولیت و مردم تابعین رسانیدن. یعنی بین ما و بین پیغمبر خدا صحابگان هستند، واقعا بر ذمه ما فضل و شرف دارند. ما از آنها مدیون و قرضدار هستیم. باید دعا و رضی الله عنه گفت دعا کردن در حق آنها این وظیفه هر یکی ما و شما است، چون به سبب آنها ما امروز تعلیمات شریعت را برخوردار شدیم. و در بین صحابه نیز بهتر و برتر هست. خدا میگوید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم فوق بعض درجات. این پیغمبرها ما بعض اینها را از بعض اینها بالا برداشتیم. حتی پیغمبرها از همدیگر فضل و فرقیت داشتند. مثلا حضرت موسی از حضرت عیسی و حضرت نوح و از باقی پیغمبرها بهتر هستند، چون خدا گفت منهم من کلم الله. از بین پیغمبرهای هستند که خدا همراهی او صحبت کرده است. و بعضی حضرت ابراهیم علیه السلام پروردگار خلیل خود خوانده از موسی بالاتر گردانید. همین گونه خاتم پیغمبران و آخری پیغمبران حضرت محمد علیه السلام را بهترین پیغمبران و بهترین رسولان و بهترین خلق خدا گردانید. همین گونه در بین صحابه های پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیز فرقیت و بهتریت و برتریت هست که بهترین آنها، افضلترین صحابه ها و آموختن سیره و ترجمه حال اون بهترین صحابه ها محتوای اساسی صحبت امروزی ما است که اون کس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضاه می باشند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه، این ابوبکر کنیه هست، یعنی پدر بکر، با همین کنیه شان شناخته شدند و در بین عرب و عجم و تمام دنیا با همین کنیه شهرت یافتند. ولی نام اصلی ایشان عبدالله بود و نام پدرشان عثمان بود. اون کس هم با کنیهشان که ابو قحافه بود مشهور شده بودند. نسبشان حضرت ابوبکر نامشان عبدالله است، پسر عثمان هستند. عبدالله ابن عثمان ابن به معنای پسر است. عبدالله ابن عثمان ابن عمر ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره ابن کعب. در همین مره نسبشان به نسب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیوست میشه. یعنی بابای پیغمبر هم مره هست، یکی از بابای پیغمبر، یکی از بابای و اجداد حضرت ابوبکر هم مره هست، آمده در مره پیوست میشه. حضرت ابوبکر که نامشان عبدالله است، پسر عثمان ابن عمر ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نظر ابن معد ابن عدنان ابن قد ابن قدد ابن الهمیسع ابن قیدر ابن حمد ابن نبل ابن اسماعیل علیه السلام ابن ابراهیم علیه السلام ابن آزر ابن معمور ابن فالوغه ابن
ابن عامر ابن ابرفخش ابن متفسخ ابن سام ابن نوح علیه السلام ابن لامک ابن مهالک ابن الیارد ابن الاخنوخ ابن انوش ابن قینان ابن شیخ علیه السلام ابن آدم علیه السلام می باشند. 2 سال و 6 ماه بعد از عام فیل به دنیا آمدند. یعنی بعد 2 سال و 6 ماه تولد جناب پیغمبر خدا، سال فیل که موافق 573 میلادی حضرت عیسی علیه السلام در مکه مکرمه تولد شدند. اولین شخصیتی که دین مقدس اسلام را از زبان پیغمبر علیه السلام از مردها قبول کردند این حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود که آن روزی که خدا پیغمبر علیه السلام را پیغمبر گردانید، در همان روز اولین شده دین اسلام را قبول کردند. ابوبکر را تمام علمای اسلام، امت اسلام اجماع کردند و وصف صدیق را مناسب دانستند برای ایشان، چون پیغمبر علیه السلام در چند حدیث ها حضرت ابوبکر را صدیق گفتند. در محکم قرآن کریم هم آمده است که فضیلت صدیق ها بعد پیغمبرها هست. النبیین و صدیقین و شهداء و الصالحین. خدا پیغمبرها را ذکر کرد، ثانی صدیق ها را ذکر کرد، ثانی شهداء و صالحین را ذکر کرد. حضرت ابوبکر از جمله صدیق ها بودند. روز پیغمبر علیه السلام در بالای کوه احد بودند که ناگاه کوه احد به لرزه برآمد. ثانی حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به کوه خطاب کرده احد گفتند اسکت، در جای مستحکم است، چون در بالای تو پیغمبر هست، صدیق هست و شهیدان و 2 شهید از حضرت عمر و حضرت عثمان بودند. 2 شهید است. در اینجا به حضرت ابوبکر صدیقیت را اثبات کرده. حضرت عایشه رضی الله عنها هم وقتی که به پیغمبر خدا یک سؤال کرده بود، خدا میگفت که بعضی انسان ها عملهای را به انجام میرسانند و قلوبهم وجله، لیکن دلهای آنها میترسد به خدا. عملها میکنند، دلهایشان میترسد. حضرت عایشه مادر مومنان پرسیدند یا رسول الله، آیا این شخصی است که زنا میکند، دزدی میکند، گناه میکند، از خدا میترسد؟ یعنی همین ها را خدا در اینجا تعریف کرده است. عمل میکنند و میترسند. پیامبر خدا گفتند که لا یا بنت الصدیق، نه ای دختر صدیق. چون حضرت عایشه مادر مومنها دختر ابوبکر است، نه ای دختر صدیق. بلکه این آیت در حق آدمی که کار خیر میکند و میترسد که قبول نشود، نه اینکه کار گناه میکند و میترسد که پروردگار جزا ندهد. نه ای دختر صدیق، بلکه عملهای خیر میکند و میترسد که پروردگار قبول نکرده نماند. در اینجا هم پیغمبر علیه السلام لفظ صدیق و مقام و لقب بزرگ صدیقیت را به حضرت ابوبکر رضی الله عنه اثبات کرد. در دیگر جا وقتی که پیغمبر علیه السلام در صحیح بخاری است، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند روز بین من و بین عمر بن خطاب رضی الله عنه کشاکشی شد، سپس من او را دشنام دادم. ثانی و نزد پیغمبر علیه السلام رفتم. وقتی که صحابگان کرام میگویند که ما همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، ناگاه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با تمام شدت ازار خود را که عبارت از یک پارچه متا بود که جسم پایانی را میپیچانیدند برداشته، وقتی که میپرتاید راه گشتن مشکل‌تر متوجه می‌شوند. وقتی که میبرد راه گشتن آسان‌تر می‌شود، زیرا خلل و قدم و بلند و دورتر گذاشتن نمی‌رساند. ازار خود را برداشته، قدم‌های خود را تیزتر گذاشته می‌آمدند، حتی زانوهای حضرت می‌تافت. پیغمبر خدا گفتند که اما صاحبکم فقد غامر، اما دوست شما در حقیقت به غضب آمده است. وقتی که به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، گفت که یا رسول الله، من و بین من و بین پسر خطاب یعنی حضرت عمر یک نافهمی شد. ثانی من به خانه عمر رفتم تا اینکه به نزد او عذر بگویم که خطایی از من گذشته است. او عذر مرا قبول نکرد، که در همین حالت حضرت عمر عذر ابوبکر را که قبول نکرده بودند پشیمان شده به خانه ابوبکر رفتن که نیستند. دیگر به مسجد آمدند که همین لحظه بود که پیغمبر خدا ابوبکر را شنیده شده بود. ثانی پیغمبر علیه السلام غضب کردند، چنان غضب کردند که
همه صحابه ها در روی جناب رسول الله غضب پیغمبر را فهمیدند. حتی حضرت ابوبکر به زانو نشسته گفتند که یا رسول الله واقعا من ظالمتر بودم نسبت عمر، یعنی خطایی بسیارتر از من صادر شده بود. پیغمبر خدا چی گفتند؟ یغفر الله لک یا ابوبکر، الله تعالی تو را مغفرت میکند ای ابوبکر. ان الله بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابوبکر صدقت، خدا مرا برای شما پیغمبر گردانید، شما دروغ گفتید و ابوبکر صدقت، ابوبکر راست گفتید. صدقت کلمه صدیقیت از کلمه راستگویی گرفته شده است. شما دروغ میگفتید، حضرت ابوبکر صدقت میگفت، راست میگفت. و بعثنی بنفسه و ماله، و با مال خود به دین مقدس اسلام و با نفس خود خدمت کرد. فهل انتم تارکوا لصاحبی، شما دوستی مرا برای من میگذارید یا نه؟ یعنی تا کی دوستی من شما اذیت میدهید؟ گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم غضب کرد.